امروز صحبت‌های ما در مورد فیض محمد کاتب هزاره هست، یکی از تاریخ نویسان مشهور و بنام افغانستان که استاد فقیر میوند با ما هستند در این صحبت، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ. خوش آمدین استاد، صبحتان بخیر و واقعا جای خوشبختی است که شما از آثار این استاد با خود دارین استاد در مجموعه و کتابخانه خودتان. قربان شما، تشکر مریم جان، نادیه جان، تشکر. صبح زیبای شما بخیر و همیشه گلباران باشین. تشکر. خب آقای میوند، در اول برنامه می‌خواهیم از اول زندگی فیض محمد کاتب هزاره بدانیم، از دوران کودکی شروع کنیم. پیش از اون نادیه جان اجازه بدین که در مورد فیض محمد کاتب هزاره کی چی گفته؟ شخصیت هایی که واقعا قابل احترام هستند و قابل ستایش هستند. یکی از عزیزای بسیار بزرگ و سترگ کشور ما که روی شاد باشه، دکتر صاحب اکرم عثمان، هفته گذشته سرش صحبت داشتیم، میگه که ملا فیض محمد کاتب پدر تاریخ معاصر افغانستان است. صبورالله سیاسنگ میگه که فیض محمد کاتب هزاره از جمله اولینایی است که تاریخ افغانستان درست و دقیق نوشته کرده. آقای شریف سیدی دوست ارجمند ما سیودن میگه که کاتب حقیقت تاریخ است. لطیف ناظمی از جمله بزرگمردا و از جمله شخصیت است که عمر طولانی از خداوند برش آرزو میکنم، کمی اکنون در آلمان زندگی میکنه، میگه کاتب و کاتب میتوان برحق بیهقی ثانی یا بیهقی روزگار نام داشت. بشیر سخاورز میگه که در بین تمام دار ندار آزادی مطبوعات کاتب و فیض محمد کاتب قد بلند کرد. اینا چیزهایی هستن یا اینا دوستای ارجمند ما هستن که در تاریخ و زبان ادبیات جایگاه بلند در افغانستان دارن، اما با دریغ اندو که بعضشان نیستن. بجاست که بگوییم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان از گذشته و امروز بخصوص تلاش جدی میکنن برای یادبود از نویسنده ها و شاعرها، تاریخ نویسا و علمای افغانستان، چی از گذشته‌های طولانی و چی امروز و فردا، اینا را یاد میکنن که از اون جمله ریشتیای بزرگ نام گرفتیم، آقای وجودی را نام گرفتیم و همین قسم حافظه که در این روزهای نزدیک بین اکادمی علوم و وزارت اطلاعات فرهنگ و اداری امور برنامه‌های متعدد خواهد گرفته شد، هم در کابل، هم در جلال آباد و هم در قندار. اما نادیه جان، شما سوال کردین که دوره کودکیش فیض محمد کاتب هزاره مثل بسیار نویسندگان ما تحصیلات عالی نداشت. در زرد سنگ غزنی تولد شده. وقتی که وقتی که شروع میکنه و کلان میشه و بزرگ میشه، بوستان گلستان و قرآن پاک فرا میگیره و بعد از یک مدت زمان میایه به کابل. اختشاشاتی که در غزنی میشه، جنگی که در غزنی میشه، میایه به کابل و در کابل زندگی را آغاز میکنه و فرا میگیره زبان ادبیات، فرا میگیره تاریخ او زمانه و بالاخره زبان انگلیسی و عربی و پشتو هم تا اندازه یاد میگیره. در حال علوم ستاره شناسی و علوم جغرافیا و ریاضیات عالی هم توانمندی بلند داشت. بله استاد، حتی به شیوه‌های مختلف خوشنویسی توانایی داشتن. دقیقاً. نکته بسیار بارز یاد کردین مریم جان. یکی از زیبایی‌هایی که بر راه پیدا میکنه فیض محمد کاتب هزاره به دربار او زمان، علتش هم است که خوشنویس است و شیوه نوشتاری، شیوه نوشتهش بسیار مقبول و زیباست که با خط نستعلیق پیش میره و این میشه زمینه‌ای که آقای فیض محمد کاتب هزاره در دربار حمیر حبیب الله خان را پیدا میکنه و درست را پیدا میکنه و بالاخره یک تاریخ نویس مقتدر و توانمند میشه. از جمله غبار بزرگ میگه از جمله اولین کسایی است که مشروطیت در افغانستان پایه‌گذاری میکنه و جنبش مشروطیت
و بالاخره میبینیم که یک اثر می آفرینه برای جامعه امروزی ما و تکان میته تاریخ افغانستان که چی مگذره در اونجا. و در کتاب سراج التواریخ خود این آقای بزرگ و این مرد نامور کشور ما و این پدر تاریخ معاصر افغانستان در 5 جلد تاریخ افغانستان از زمان امیر، از زمان احمد شاه بابا تا سالهای اخیره که حکومت حبیب الله کلکانی هست این ترسیم میکنه و بیباک ترسیم میکنه و هیچ کس برابر فیض محمد کاتب هزاره اینقدر دسترسی به آثار تاریخی افغانستان نداشت و فیض محمد کاتب هزاره داشت. اما با تمام امانت داری، با تمام صفا و صمیمیت، این 5 جلد کتاب سراج التواریخ امروز ما میبینیم و امروز سر میز ما یا سر میز ما که جلد اول و دومش است و در هر جلد از یکی جلد آخریش است و این جلد اولش است که در اینجا 2 جلد است و در اینجا 2 جلد همچنان است. سراج التواریخ دیگه امروز نه تنها که مورد پسند علاقمندی و اعتماد نویسندگان افغانستان است، بلکه دوپری نویسنده معروف فرانسوی این اثر یا می سراج التواریخ میگه منبع درست و دقیق و کانکریت برای تاریخ افغانستان است، کسایی که میخواین تاریخ افغانستان بدانن. خب آقای میوند، در مورد وظیفهش در دربار امیر عبدالله خان هم بر ما کمی یاد کنین. اینجا چی وظیفه داشت؟ در دربار امیر حبیبالله خان همون قسم که پیشتر مریم جان یاد کردن خط مقبول داشت و نستعلیق شیوه نوشتاریش بود، ایرا پیدا میکنه و بالاخره در تمام اسناد مدارک او زمان دسترسی پیدا میکنه و دستی که ای آقا توانمند و پرقدرت بود آیسته آیسته معروف میشه به نام کاتب و کاتب اداره میشه و کسی که در او زمان کاتب اداره بود با تمام اسناد و مدارک چی بود؟ راه داشت و عظمی است که تاریخ سراج التواریخ که نوشته ارجمند فیض محمد کاتب هزاره است، جمله آثار است که بر ما واقعیت‌های افغانستان از زمان احمد شاه بابای عبدالی تا به سالهای نچندان دور ترسیم میکنم. بله استاد، چرا آقای کاتب را یکی از پرکارترین تاریخ نویسان افغانستان میدانند؟ دقیقاً مریم جان، اولی که به می حجم تاریخ افغانستان هیچ کس تا حال نوشته نکرده. درست از غبار بزرگ جایگاه و نقشش قابل احترام است. درست است که حبیبی صاحب جایگاه و نقشش قابل احترام است، اما بجاست که از فیض محمد کاتب هزاره یاد بکنیم. فیض محمد کاتب هزاره به این حجمه که تاریخ افغانستان نوشته کرده هیچ کس دیگه نوشته نکرده. اضافه تر هست 6000 برنامه و اضافه تر 10,000 صفحه تاریخ افغانستان چاپ شده و ناچاپ شدهش وجود داره. اما شکر خداوند که قسمت زیادش در کتابخانه عامی کابل با تمام بیچارگی کتابخانه عامی کابل داره وجود داره و این مایه افتخار است. خب آقای میوند، از اثرهای دیگه فیض محمد کاتب هم برای ما بگوین، چون یک اثرش که به نام سراج التواریخ است که گفتین در 5 جلد نوشته شده. اثر دیگهش کدام اثرها است؟ پیش از این که در مورد آثارش بگوییم اجازه بدین با تمام شناخت عمیقی که در دربار پادشاه او زمان داشت فیض محمد کاتب هزاره، اما چون دید برن به خاطر مشروطیت و از جمله شخصیت‌های اول مشروطیت بود، همون قسم که آقای غبار میگه، ای آقا در زمان امیر حبیب الله زندانی میشه و خوب لطکوب میشه. اما چقدر دردنده است که در اون زمان ای آقا 70 سال داره و در 70 سالگی سخت درد میبینه و سخت شکنجه میبینه در مابین زندان. اما بازم خب علتش چی بود؟ علتش همی بود که مخالفت داشت با نظام، با حکومت اون زمان و سراج التواریخ یک مدت زمان منع شده بود. حتی در افغانستان در سالهایی که ما بچه نوجوان بریم سراج التواریخ کسی اجازه نداشت که مطالعه بکنن. اما یک مدت زمان، بعد از یک مدت زمان این روانی ایران میشه به خاطر تداوی ویگپا، کابل میایه به خاطر تداوی ویگپا، اما جور نمیشه که نمیشه، پس دوباره میایه
و وفات میکنن. آثار مهمش که پیش شما یاد کردین، یکی خود سراج التواریخ است که در 5 جلد گفتم بود، یکی توفه الحبیب است، این هم یکی از آثار بسیار ماندگارش است، و یکی هم یک اثر دیگه داره، حکمای که در او زمان بودن، علما و دانشمندایی بودن که این را به ترسیم میکشه و برای ما بیان میکنه که در او زمان علما و دانشمندای ما کی بودن. آثار دیگه هم داره و تا هنوز که هنوز است توفیق چاپ پیدا نکرده به جز از سراج الاخبار و شمار دیگه. ما امیدوار هستم که وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت تحصیلات عالی، پانتون کابل دست به دست هم بتن، همچو بزرگایی که مشلدارای واقعی فرهنگ و هنر افغانستان هستن، آثارشان چاپ شود تا نسل جوان مثل شما بدانن و بفهمن که ریشه‌های ما در کجاست و پدرای ما کی بودن، چی کردن در بدترین روزهای روزگار. استاد حداقل خوب است که در مکاتب در کتاب‌های درسی در مکاتب خب قسمتی از مضمون دری، یعنی در مورد استاد چیزایی نوشته داشته، هم مضمون دری و هم مضمون پشتو در معارف افغانستان مطلب است. دقیقاً نوشته شده، اما این به مفهوم از این نیست که وجود نداشته، اما من مطلبم است که باید غنی‌تر شود، قوی‌تر شود، بزرگتر شود. شاید او آثار بوده باشن که از گذشته باقی مانده، اما چیزهای دیگه که نو پیدا میشه و وقتی که ما میبینیم آثار فیض محمد کاتب هزاره را، غبار بزرگ، حبیبی بزرگ، ریشتیای بزرگ، برشنای بزرگ و همسال از اینا را، ما باید هر وقت با تاریخ خود نو بکنیم. اما مهمترین چیز به شما دو بانوی ارجمندی است که میخوایم یاد بکنم، البته این نصیحت نیستی، فقط یک پیشنهاد صمیمانه است که ما باید تاریخ خود خوب بفهمیم. او چیزایی که در گذشته اشتباه صورت گرفته نباید اشتباه دیگه دوباره صورت بگیره، بخصوص که امروز ما غوطه‌ور هستیم در پلوان جنگ و صلح. ما باید تاریخ غبار، تاریخ حبیبی را، تاریخ صدیق فرهنگ، تاریخ غبار بزرگ، ریشتیای بزرگ، برشنای بزرگ باید زیاد بخوانیم، زیاد مطالعه بکنیم که چطور بتانیم از این فضای جنگ و کشت و خون و درد و غبار که در کوچه و پس کوچه ما هر روز سرازیر میشه به طرف صلح و آبادانی بریم. بس از 40 سال جنگ و نسل جوان دیگه زمان از این رسیده که برای نسل جوان نفس تازه بتیم. همون قسم که در برنامه طلوع است، نفس تازه ما برای مردم خودم نفس تازه بتیم. تشکر استاد، خوش آمدین به برنامه. قربان شما، ممنونتان. روزگار خوش بر شما هم.